شادیخان نظرف دهقان تاجیک میگوید بهتر میبود اگر جواری میکارید. او از 3/2 حصه زمینش را پخته کشت کرده است. بنابر خشک و گرم آمدن هوا حاصل پخته نیم برابر کم شده است. بر ضمن این امسال شرکت ها نرخ خرید پنبه را پایان بردند. در زمین باقی مانده شادیخان برای تأمین خانواده سبزوات کاریده است. سرار که قیمت بخیر من کشتی کار رفت راست خودش دار دمی 6-7 هزار سوم راست خوده فایده نیست آخی 10 سنتینر پخته است 6 هزار سوم بولا شو بعد چه فایده آخی ابشه کم آخی 4 هزار 6 هزار شو بعد چه فایده میشه. پخته را در تاجیکستان با دست میچینند. کشاورزان عمدتاً برای پخته چینی زنان و دختران دهه را جلب میکنند. آنها می توانند روز تا 120 کیلوگرم پخته چینند. سال گذشته برای چنین نتیجه حق زحمت آنها از 6 تا 6.5 دلار بود. حالا حق زحمت سنگین یک روزه آنها کمتر از 5 دلار است. چوق میکنی یگانه میکنی شکنکه میکنی خیلی این وقت دازی پخته ارزان شده. این باید مهنت کردن در کار پخته را چینده در زواد برده سپردن در کار که اگر همون کلمه همون چی ارزان داد این مجبوره که هم ارزان تیه خیلی دیره من پخته 30 دیرم همین کیلوی مهنت میان ما خام میکنه خیلی ارزان میکشیم 30 دیرم کیلوی پلتیه. شرکت هایی که به کارکرد و صادرات پخته تاجیکستان مشغولند قیمت خرید پنبه را به حساب میانه 30% ارزان تعیین کردند. مقامات وزارت کشاورزی میگویند این کار از قبل مصلحت شده نیست بلکه در بازار جهانی نرخ پخته پایین آمده است و شرکت ها نیز ناچار قیمت خرید را پایین آوردند. با حکومت جمهوری تاجیکستان باید ارزش اصلی پخته را 6 تومان 70 دیرم معین کردیم. ارزش اصلی معین شد با حکومت پیشنهاد گردید اما زوادات پخته چندی میخرن نمیخرن این در صلاحیت ما نیست. سال گذشته پرورش پخته برای زمینداران فایده خوب آورد و خواجگی های دهقانی هر یک کیلوی آن را تا 60-70 سنت فروختند. امسال دهقانان کشت این زراعت را 25% بیشتر کردند اما انتظاراتشان برآورده نشد. حالا 10,000 خواجگی های دهقانی و کشاورزان علاهیده ضرر می‌بینند.